تو در صفحه اینستاگرامی با مخاطب میلیونی میتونی تأثیر میلیونی داشته خیلی باشی. متاسفم، امیدوارم که مجبور نشیم که البته یوتیوب طبیعتا حذف نمی‌کنه. خیلی زور اونایی که میخوان ملت ایران با هم متحد نباشن زیاده، خیلی زیاده، از داخل و خارج. اصلا زور من نمیشه. من این وسط له میشم، بچم له میشه، مادر پیرم که قلبش ناراحته له میشه. پس میترسی؟ نه، تاثیر نداره. پس من میگم که اگر من بترسم، اگر تو بگی ولش کن، من که زورم نمیرسه، اونم بگه بابا بی تأثیریم، اونم بگه زور اونها زیاده، پس ما هم دیگر رو پیدا نخواهیم کرد و با 3000 نفر، با 500 نفر، با 4 نفر اگه به من حمله کنن منو میخورن. در صورتی که اگر من بهاره رهنما رو در این راه پیدا کنم، بهاره رهنما نفر بعدی رو پیدا کنه، ما میشیم یک عدد. اون وقت اونها میگن زور اونهایی که میخوان اتحاد ایجاد کنن زیاد است.